راهپیمایی بزرگ مردمی در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف کودک 9 ساله بلخی در شهر مزار شریف. این تظاهرات در پی به نتیجه نرسیدن بررسی‌های حکومت با گذشت بیش از 100 روز از اختطاف عبدالرؤوف راه اندازی شده است. امروز نزدیک به 110 روز از اختطاف عبدالرؤوف کودک اختطاف شده بلخی میگذره و همچنان 72 روز از ادامه اعتراضها در پیوند به این قضیه. معترضین امروز به جاده ها ریختند و هشدار میدن که اگر تا 72 ساعت به این قضیه رسیدگی نشود تمام راه‌های تجارتی سطح کشور را برای ترافیک میبندند. با خاطر از این راه با اشتراک کردیم که طفل 9 ساله با امروز اختطاف میشه. آیا ما در این خاک خدمت نکردیم؟ آیا خون توده نکردیم؟ آیا چه کاری ما نکردیم که امروز بچه ما اختطاف میشه؟ ما قابل تحمل از این نداریم. میتوانیم شارها را بند کنیم، بندر آقینه و حیرتان راهش بند کنیم. باز به خاطر اینکه ما این کار را نکنیم باید هر چه زودتر به خاطر رهایی عبدالرؤوف جان کاری دولت بکند. در این راهپیمایی باشندگان ولایت‌های بلخ، کندوز، هرات، بادغیس، فاریاب و جوزجان همه زنان و مردان شرکت دارند. معترضان حکومت را به ناکارایی در پیوند به این قضیه متهم می‌سازند و میگویند تا زمانی که عبدالرؤوف به آغوش خانواده‌اش باز نگردد این عدالت‌خواهی را ادامه می‌دهند. و به انتظاری که به ما دادن و وعده خود وفا نکردن و بار دیگر دوباره معاون صاحب اول از ما 1 هفته وقت خواستن به وعده خود وفا نکردن، اما با رهایی عبدالرؤوف جان هیچ کدام توجهی نکردن. ما مجبور شدیم که به جاده ها بریزیم و ما قوم ترکمن باید از بخیزیم. حکومت باید از بیدار شود درباره عبدالرؤوف جان توجه کنه. چرا توجه نمیکنه اشرف غنی؟ تا به کی صبر ما، تا به کی حوصله ما، صبر ما لبریز شد، تا به کی ما طاقت کنیم؟ با توپت میزنی، با تیاریت میزنی، با گلولیت میزنی، بزن. بیا زخمت کفن پوشیدیم، برای عبدالرؤوف است باید ما رو بکشی. حکومت پاسد حکومت بده. امروز دلم درد کرده. ببینین یک بار توجه کنین طرفی خانم ها، این دختر خانم ها باید هر که ریاست جمهوری، مجلس سنا، مجلس نمایندگان، پارلمان با کلش مرگ است. باید استعفاش کلش سرش میزش بده. دیگه ما خسته شدیم از برای خدا. یک روز نیست، 2 روز نیست. از سوی هم برخی از شرکت کنندگان این راهپیمایی میگویند که هویت اختطافگران برای آنان مشخص شده و اگر تا 72 ساعت مسئولان امنیتی در بازداشت این افراد اقدام نکنند هویت تمامی این اختطاف کنندگان و کسانی که در این پرونده دست دارند را با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت و همچنان دامنه اعتراضاتشان را در دیگر ولایات هم گسترده می‌سازند. این از طرف هر کسی که حمایت میشد بعداً به همراه شما مستند برتون خود دادم که اینی آدم حمایت میکنه و پلاینامه که هست تماما از این دولت مردا کلشان میشناسه که پلاینام چی کارا بود، کی بود، کی نبود. برای ما تماما قضیه روشن شده، نه از طرف دولت از طرف طالبان روشن شده. ان شاء الله 72 ساعت به دولت مرکزی ما خبر دادیم. امروز او خوانده میشه در مقابل مطبوعات. انشالله بعد از او در تمام ولایات ما اینمی حرکت های خود میکنیم. تنها یک ولایت نیست، تنها ولایت بلخ نیست، در تمام ولایت های شمال. هیچ یک از مسئولان محلی بلخ در پیوند به این قضیه حاضر به گفتگو نیستند، اما پیش از این ولی بلخ از بازداشت بیش از 20 تن در این مورد خبر داده بود. سرنخ‌هایی را پیدا کردیم که بعضی جاهایی که کودک نگهداری می شده از اونجا به جای دیگه انتقال داده شده و بعضی کسا اقرار کرده که بله مدت مثلا 1 روز یا 2 روز یا 3 شب 4 شب در این محل و منطقه بود، ولی این کودک دست به دست شده. ولی تا هنوز متاسفانه که سرنخی که خود محل کودک بوده باشه که ما بریم اونجا عملیات بکنیم و کودک به دست بیاریم تا هنوز به دست نآمده. در ماه اقرب سال جاری عبدالرؤوف 9 ساله از مسیر مکتب در شهر مزار شریف ربوده شد و ربایندگان در ماه‌های نخست اختطاف این کودک با فرستادن نوار تصویری از خانواده عبدالرؤوف مبلغ 1,500,000 دلار آمریکایی تقاضا کرده بودند. اما حالا آنان میگویند که اگر تا 2 میلیون دلار آمریکایی برایشان داده نشود کودک را خواهند کشت.